سلام، خیلی خوش اومدین به ویدیو دیگه با من. تو این ویدیو میخوام طبق درخواستای شما بافت هلندی که پشت سر قرار میگیره و برعکس هست و با هم دیگه آموزش ببینیم. اول از گوش تا گوش جدا کنین و تقسیم بندی کنین. یه مقدار مواد بزنین یا اسپری آب بزنین که خورده موها جمع بشه. به نظر من اگر ژل واکس بزنین بهتره، چون بعدش هم دوباره میخواین مواد گذاری کنین. اون قسمت پشت سر رو ژل واکس بزنین کامل که موها جمع بشن. بعد از اینکه مواد زدین شونه کشی کنین که مواد کاملا پخش بشن، یه جا جمع نشه و سفیدک بزنه. حالا تقسیم بندی که دوست دارین بافتتون رو انجام بدین و باز کنین. من میخوام 2 تا بافت ساده بزنم. یه تقسیم از وسط باز میکنم، یه مقدار آب اسپری کنین و بعد دوباره تقسیم بندیتون رو چک کنین که کاملا تمیز و مرتب باشه. بعد از اینکه تقسیم بندیتون رو چک کردین یه مقدار مواد بزنین به اون قسمت ریشه موها و شونه کشی کنین. یه طرف سر رو با کش میبندیم که جلوی دستمون نیاد و قسمت دیگر رو حالا به صورت کامل مواد گذاری میکنم. 2 تا 3 سانت اول ریشه موها رو از هر سمت بعد مواد گذاری کنین و بعد خوب شونه کشیش کنین که مواد کاملا پخش بشه. برای اینکه کارمون راحت تر بشه میتونیم از وسط این تقسیم بندیمون رو باز کنیم، یه مقدارم اون وسط رو ژل واکس بزنیم که وقتی داریم بافت میزنیم کارمون راحت تر باشه و کاملا موها به کف سر بچسبه. یه لایه نازک از سمت گردن جدا میکنم، به 3 دسته تقسیمش میکنم و شروع میکنم به بافت آفریقایی زدن. بچه‌ها یه مقدار زاویه دوربین این سمت بسته است، ولی برای طرف دیگه که دارم بافت میزنم کاملا مشخصه. میتونین اگر دوست داشتین که کامل ببینین یه مقدار ویدیو رو بزنین جلو و طرف دیگر رو نگاه کنین. دسته سمت راستی رو میارم زیر وسطی، بعد دسته سمت چپی رو میبرم زیر وسطی، دوباره دسته سمت راستی رو میارم زیر وسطی و از کف سر یه لایه مو بهش اضافه میکنم. از هر سمتی که دارم مو اضافه میکنم اولا که با انتهای شونه این کار رو انجام میدم که کاملا تقسیم بندیم صاف و مرتب بشه. اگر ناخون داریم میتونیم با ناخونم انجام بدین. به نکته که باید دقت کنین اینه که هر لایه‌ای که دارین از کف سر جدا میکنین سعی کنین که با لایه‌های دیگه هم اندازه باشه، یعنی یه لایه خیلی پهن نباشه، یه لایه خیلی نازک. دستتونم کاملا به کف سر بچسبونین، دقیقا مثل وقتی که دارین بافت آفریقایی یا بافت هلندی میزنین. تا جایی که تقسیم بندیتون ادامه داره باید بافت هلندیتون رو ادامه بدین. اگر لایه هایی که دارین اضافه میکنین احساس کردین یه مقدار وز شدگی داره حتما شونه کشی کنین که لایه ها کاملا صاف و تمیز باشن. خب اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین حتما با لایک و کامنتتون ازش حمایت کنین. اگر به محتوای چنلمون علاقه دارین حتما چنل رو سابسکرایب کنین که هر روز کلی بافت موی جدید میذارم براتون. وقتی تا انتهای تقسیمتون یعنی این قسمت برآمدگی سر رسیدین دیگه بافتتون رو بعد اونجا تموم کنین و بعد ادامه بافتتون رو بافت ساده ستایی بزنین. حدوداً 7-8 سانت که بافتین بعد بافتتون رو کش بزنین. اینجوری باعث میشه که دیگه بافتاتون شل نشه و کاملا تا دونه آخر به کف سر چسبیده باشه.
حالا میریم سراغ سمت بعدی. کاملا موها رو مواد گذاری میکنم، بعد شونه کشی میکنم و بافتم رو شروع میکنم. راستی بچه ها اگر بافت آفریقایی رو بلد نیستین، من قبلا یه ویدیو کامل راجع به بافت آفریقایی براتون گرفتم، لینکشو میذارم توی کپشن، میتونین برین اون ویدیو رو هم ببینین، میدونم که به دردتون میخوره. یه نکته بهتون میگم برای اینکه بافتاتون خط بیفته، اگر کم مواد بذارین، یعنی موادی که استفاده میکنین جنسش خوب نباشه یا به مقدار کافی نباشه که موها رو کاور کنه، بافتتون خط نمیفته یا اگر بیفته خیلی کم میفته. پس حتما به مقدار کافی مواد گذاری کنین که بافتاتون خط بیفته و جذاب تر بشه. یه لایه نازک جدا میکنم، به 3 دسته تقسیمش میکنم. دسته سمت راستی میاد زیر وسطی و بعد دسته سمت چپی میره زیر وسطی. انگشت اشارتون رو کاملا روی ریشه موها قرار بدین که بافتتون به کف سر بچسبه. دقت کنین دقیقاً از همون جای موها رو از کف سر اضافه کنین که توی طرف مقابل این کار کردین. راستی بچه‌ها یه نکته بگم براتون، برای مشتریایی که گردنشون خیلی مو خورده داره یا خیلی موهاشون حساسه، سعی کنین این موهای ریز و خوردشون رو خیلی داخل بافت نگیرین، چون که ممکنه بر اثر کشیدگی به موهاشون آسیب برسه یا گردنشون دوندون بشه و قرمز بشه. وقتی چند تا ردیف بافتتون رو زدین، با انتهای شونه یا با دستتون اندازه گیری کنین که کاملا 2 تا بافتتون با هم دیگه قرینه باشن. اگر قرینه نبود همون اول بافت باز کنین و دوباره ببافین، ولی اگر قرینه بود با همون جهت ادامه بدین و بافتتون رو بزنین. وقتی 2 تا بافتتون رو زدین تموم شد، میتونین انتهای 2 تا بافت رو با بقیه موها با هم بگیرین و دم اسبی ببندین، یا میتونین مدل گوجه کنین، یا میتونین دم اسبی بافت راپونزلی بزنین که قبلا بهتون آموزشش رو دادم. لینک این ویدیو رو هم توی کپشن گذاشتم، میتونین برین بافت راپونزلی رو هم ببینین که با این مدل وقتی ترکیب میشه خیلی جذاب میشه. من اینجا یه مدل گوجه ساده فقط میزنم. بقیه موها رو که از قبل بسته بودیم باز کنین، یه مقدار شونه کشیش کنین، مواد گذاری کنین و بعد یه دم اسبی ببندین. وقتی دم اسبی رو بافتین، موها رو یه مقدار پیچ میدم، دور خودش گوجه میکنم و چند تا سنجاق میزنم که کاملا فیکس بشه.
امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون دارم. ممنون که منو حمایت میکنین. توی آموزش‌های بعدی میبینمتون. خداحافظ.